عرض سلام و احترام دارم خدمت دوستان و همراهان عزیز. با من باشید تا یک کار نسبتا قدیمی رو قلمزنی کنیم و در آخر اگر از نتیجه کار خوشتون اومد خوشحال میشم که نظرتون رو برای بنده کامنت کنید. برای اینکه گوارسه های این کارشون دیگه رفته شده، میایم از نوع گوارسه ها رو میغلطونیم تا انشالله در آخر یک کار زیبا از کار در بیاد میشه.